در قسمت سوم بحثمون میخوام در خصوص چاقی رو صحبت کردیم. خب الان یه موضوع دیگه دارم به نام مکمل ها. ببینید وقتی شما میایید مثلا داشتین یه دونه رژیم غذایی از قبل داشتین، مثلا در حد 16 قاشق غذاخوری برنج میخوردید واسه هر وعدتون، اینا میاد یهو 8 قاشق میکنید، 10 قاشق میکنید، انرژی که شما دریافت میکنید حدودا نصف میشه. وقتی این نصف شد، مثلا شما داشتین 3000 کالری دریافت میکردین، الان کردید 1500 کالری. اولین مشکلی که برخورد میکنید ریز مغذی هستن، یعنی ویتامین ها و مینرال هست. وقتی که شما ناگهان به 1500 کالری رسیدین، بدنتون دیگه ریز مغذی های کافی رو نمیگیره. وقتی که ریز مغذی های کافی رو نگیره، دو تا اتفاق میفته که اکثرا هم میگم بعد رژیم غذایی من ریزش مو پیدا کردم که بهش میگیم تلوژن افولیوم، ریز مغذیات کم شده، باید مکمل استفاده کنیم. یا ریز مغذیات کم میشه، میزان متابولیسم فرد کاهش پیدا میکنه. یعنی وقتی که آنزیمی درست کار نکنه، مصرف انرژی و کارکردش هم درست نمیشه. مثلا حتما شنیدین که میگن که من مولتی ویتامین استفاده کردم چاق شدم. ببین دلیلش اینه که به خصوص ریز مغذی های مثل روی و گروه ویتامین ب، این دوتا توی آنزیم های متابولیسم اثر خیلی مهمی دارن. وقتی که شما مولتی ویتامین استفاده کنید، آنزیماتون داره درست کار میکنه، سیستم متابولیسمتون داره درست کار میکنه. دلیل به چاقی نیست. میگه خب اشتهام باز شد، خب اشتهات باز شد تو بدنت داره درست کار میکنه. استفاده کنید ولی رژیم غذایی های نرمالی بگیرید. ببین الان خیلی جاها میبینیم، بیشتر تو پست های اینستاگرام میگم همه دارن مکمل میفروشن. این مکمل انرژی ایکس هستش، این هلس اید هستش و خیلی زیاد هستش مکمل. ببینید باید شما اینو بدونید که آیا بدن شما نیازمند به مکمل هست یا نه. ببین اگر داری رژیم غذایی گرفتی، مکمل استفاده کن، به دردت میخوره. اگر داروی خاصی استفاده میکنی، مثل چی؟ بیمار ایدز داره، برای جلوگیری از بیماری‌های عفونت ریوی ژروبیسی ما اومدیم به روی درمان کوتریموکسازولش گذاشتیم. یا نه بیمار مشکل آرتریت روماتوئید داره، مشکلی داره، ما بهش متوتروکساز شروع کردیم. دیابت داره، متفورمین شروع کردیم. خب ببین این حتما باید گروه ویتامین فولاد و B12 استفاده کنه، چون این دوتا دارویی که حتی ذکر کردم سیستم کارکردشون از این طریقه نمیذاره متابولیزه بشه این ویتامین ها. بس در نسبت استفاده کنه که کمبود پیدا نکنه. یا اومده بیمار جراحی اسلیف شده، جراحی سوء جذبی ها شده مثل بیلیوپانکراتیک دیویژن، خب این جذب ویتامیناش اومده پایین، به خصوص ویتامین‌های محدود چربیش هم اومده پایین که دوتا مشکل میشه و باید دوزهای بالایی رو استفاده کنه. خب بس ویتامین رو بی خودی استفاده نکن. عکساً به خصوص این مدت کرونایی که بود، همه یه دونه نوروبیوم میزدن کنار سرمشون یا ویتامین ب کمپلکس میزدن و عده‌ای هم هست بازم میزنن. ببینید وقتی شما بدنتون به ویتامین ب نیاز نداره، نباید اوورلود کنید، نباید بگید که این محلول در آب و دفع میشه. ویتامین B6 که از حد اندازش بره بالا آسیب به اعصاب میزنه، نوروپاتی محیطی میده. ویتامین B12 و فولادی که افزایش پیدا کنه مصرفش، اگر کانون بدخیمی داشته باشی اونو تشدید پیدا میکنه، رشدش رو کمک میکنه. بس خطرناکه. اگر واقعا نیاز دارید استفاده کنید، اگر نیاز ندارید استفاده نکنید.
خب الان ما میایم یه دونه مکمل دارویی X رو بررسی میکنیم. یک مکمل دارویی هستش، خیلی هم روش هم نوشته پر از مینرال و چیز و اینا که شما هم حساب میکنید میگید آره بدن من همین کافیه واسه من. ببینید اصل قضیه اینه که ویتامین ها خودشون جذب میشن. یعنی سیستم جذبیشون جوری هستش که با هم دیگه تداخلی خاصی ندارن، با هم تداخل خاص، ولی املا یا مینرال ها کمی داستانشون متفاوت تره. ما یه دونه گیرنده داریم، گیرنده فلزات دو ظرفیت. ببین مینرال هایی که جذب میشن توی بدن ما، چه روی باشه چه آهن باشه چه بنیازیوم باشه، همشون دو ظرفیتیه. اگر قرار این مینرال جذب بشه باید از این گیرنده جذب بشه. ما یه تعداد محدود گیرنده داریم، کلی هم مینرال داریم. اگر اینا رو مخلوط بفرستی یک تعداد بسیار محدودی قراره جذب بشه. پس در کل اینطوری بگم اگر فکر میکنید که مینرالتون رو بخورید و بخصوصا با غذا بخورید و فکر کنید که جذب میشه، من میتونم بگم جذب نمیشه، خیلی خیلی کم جذب میشه. چون ببین اصلا ما مثلا میومدیم به آهن تجویز میکنیم واسه یه فردی که کمخونی داره، یه خانم کمخونی داره، ما میگیم آهن رو ناشتا استفاده کن. چرا؟ چون با غذا تداخل داره، آهن با داروها تداخل داره، نمیتونه جذب بشه، دفع میشه. بس باید ناشتا استفاده کنه تا جذب رخ بده. پس روی مینرال های داخل مکمل ها حساب باز نکن. ببینید یک فرد بالغ یک طیفی واسه جذب کلسیومش، ببین کلسیوم مصرف کلسیوم رژیم غذایی ما وحشتناک پایین هستن. رژیم غذای ما یا به قول معروف ایژین دایت یا میدل ایست دایت اینطوری هستش که بر پایه کربوهیدرات هستش. ببینید وقتی که کربوهیدرات بره بالا، نمیدونم اصلا این قضیه که فکر کردن و سبوس گندم و برنج رو جدا کردن، اصلا قضیهش چی بوده؟ چرا جدا کردن؟ چون اصل گروه ویتامین B داخل سبوس هستش، به جز ویتامین B12 که باید از منابع پروتئینی جذب بشه، پروتئین های حیوانی، تخم مرغ، گوشت، تو اینا هستش. ببین رژیم غذایی ما بر اساس کربوهیدرات هستش باشه، کلسیومش پایینه. کربوهیدراتی که استفاده میکنیم خودش فیتات داره، فیتات هم کلسیوم رو دفع میکنه. خب ما چیکار کنیم؟ اوگزالات داره، اوگزالات به کلسیوم وصل میشه، دفع میشه. فیتات داره، فیتات میاد به آهن هم جذب میشه، دفعش میکنه. ببین الان بس ما باید روزانه یک میزان معینی از کلسیوم استفاده کنیم. خیلی بعید ما اون همه شیر بخوریم، اون همه ماستی که قراره بخوریم استفاده کنیم. بس بهتر ما یک مکمل کلسیوم به همراه ویتامین D استفاده کنیم. اصلا ببین کمبود ویتامین D توی ایران یه حالت اپیدمیک داره. اکثریت خیلی کم تک و توک پیش میاد که یکی ویتامین D نرمال داشته باشه، یا باید جلوی آفتاب کار کنه یا مکمل استفاده میکنه ویتامین D خوبی داره. بس ما باید یه دونه مکمل ویتامین D با کلسیوم داشته باشیم. مکمل هایی که روشون نوشته اسلو ریلیز مثل یونیبون بلندد که دو نوع هست، اسلو ریلیز یا سوپراکل ها، اینا جذبشون خوب هستش و حتما نیازه یه دونه فرد بالغ حوالی 1000 میلی گرم روزانه با کلسیوم استفاده کنه. حالا این وابسته به جنس و سن یه کمی فرق میکنه، بسیار توافقی 1000 میگم که دیگه تغییری پیدا نکنه. ببین اگر واقعا یه مشکل های جذبی دارید یا مثلا کمخونی آهن دارید، نمیتونی شما آهن و کلسیوم با هم استفاده کنید. بهتر اینه که اول مثلا درمان آنمیتون رخ بده. درمان آنمی هم حوالی 6 ماه طول میکشه. خب بهترین راه اینه که خب کلسیومتون رو شبانه استفاده کنید، زمانی غیر از مصرف آهن استفاده کنید که با هم تداخل ایجاد نکنید، یعنی حدوداً 12 ساعت فاصله داشته باشن.
بعد از اون یه دونه مبحث در مورد داروهای گیاهی عطاری. ببین اگر فکر میکنید واسه لاغری برید دمنوش استفاده کنید، برید گیاهای دارویی استفاده کنید و فکر کنید که عارضه‌ای نداره، خیلی شرمنده‌تون هستن. بیش از حد استفاده کنید کبدتون نارسا میشه و اون وقت بیمارستان نمازی شیراز رو میبینید. میرید به پیوند کبد، اگر خیلی شانس داشته باشید، شانس هم نداشته باشید و سیروز میده و مشکلات مربوط به اون و نارسایی یا فولمینانت کبد میده و فوت میکنید. ببینید سر دمنوش اینا خطر نکنید، چون چیزایی نیستن که مقالات گفته باشه، دوزهای استاندارد داشته باشه، عوارض شناخته شده‌ای داشته باشه. حالا یه بار استفاده کردی من کاری ندارم، ولی استفاده نکنید. میشه مثل همون مسئله قارچ ها که مثلا میرم جنگل و یه قارچون فکر میکنن و این قارچ خوب رو میخورن و فوت میکنن، نارسای کبدی پیدا میکنن. روی داروهای گیاهی که از عطاری میخواد حساب باز نکن، چون یک عده‌شون هم که کمی زرنگبازی در میارن و میان متامفتامین و شیشه بهش قاطی میکنن. شما فکر میکنید که دارید با داروی گیاهی لاغر میشید که لاغر نمیشید و دچار بی احتیاط به شیشه هم میشید، یا میرید مکمل های منباب چاق کننده صورت میخرید که توشون پردنیزولون یا همون گروه کورتون ریختن، شما دارین کورتون میخورید، چاق میشید و همون مونفیس میشید، ولی به چه بهایی؟ استخوناتون جذب میشه، کلا پروتئولیز رخ میده و سیستم پروتئین بدنتون به هم میخوره. کلا به نظر من تحت یه دونه متخصص تغذیه، فردی که کارش در خصوص کاهش وزن باشه مشورت کنید، استفاده کنید از تجارب و توصیه هاش. پیش عطاری اینا نرید لطفاً. سعی کنید از روش های کاملا ایمن لاغر بشید، نه روش های دیگه. خیلی هم به این بازار دارویی اعتماد نکنید. شما ممکنه فکر کنید که آره توی مکمل این مکمل از اون مکمل بهتره و اون مکمل از این بهتره و ممکنه یک کمی کیفیتاشون فرق کنه و جذبشون فرق کنه، ولی به نظر من فرق به خصوصی ندارن. بیشتر حالت مارکتینگ دارن، میگن که آره این واسه پوسته، این واسه موه، هزار تا چیز دیگه هم میگن و به دردتون نمیخوره. حتی اینطوری بگم ورزشکارهایی که دارن هی به خودشون تزریقات متعدد هورمونی وارد میکنن و میزنن و فکر میکنن که آره بدنشون با این بهتر میشه، ولی مشکلات خیلی جدی‌تری واسه خودشون ایجاد میکنه. مثلا میان میگن که من چند اسکوپ وی پروتئین خوردم. ببین واسه یکی که مثلا در مورد متابولیسم مواد غذایی اطلاع نداره شاید بگه پروتئین همینطور جذب شد دیگه، وی پروتئین دیگه مال شیره. ببین پروتئین اولش میاد تو معده به دیپپتید تبدیل میشه توسط پپسینوژن، میاد بقیه یعنی چین هاش میشکنه، شاخهاش میشکنه، میاد داخل روده به آمینو اسید تبدیل میشه. حالا ما به متابولیسمش نمیره و این آمینو اسید ها هستن که جذب میشن. اول میفرمایند داخل کبد، اگر نیاز باشه تبدیل به قند میشن، اضافه باشه تبدیل به قند میشن، نباشه میرن توی ساختار پروتئین ها. یعنی اگر شما دارید بدون ورزش و وی پروتئین اینا استفاده میکنید، تقریبا دارید قند استفاده میکنید، چیز خاصی نمیکنید، میشه قند و یک کمی هم آمونیاک که تبدیل به اوره میشه، از طریق کلیه دفع میشه. این از این. بس پولتون رو بیرون نریزید. این که میگن فلان مکمل کلاژن استفاده کردم و پوستم خوب شد، من اینطوری عرض کنم که اگر قرار بود کلاژن درسته جذب بشه حتما حساسیت میداد و در جا دچار مشکل میشدید. مثل بچهای کوچیکی که میگن مثلا بهش تخم مرغ ندید، دچار حساسیت به تخم مرغ. چون توی کودکی ما یک میزانی جذب پروتئین ها به صورت چیز داریم، به صورت اینتکت داریم یا دست نخورده داریم، اون موجب حساسیت میشه.
خب شما رو به خدای منان میسپارم. همیشه سلامت باشین.